این آقا داره کار پیچ و رول پلاک نما رو انجام میده. الان نگاه کنید شما، اصلا سوراخ‌هایی در واقع انجام نمیده، فقط داره روی سنگا یه نشون میذاره. حالا روی نشونه رو داره با بتونه پر میکنه. هر ناظری هم بیاد اینو از بیرون ببینه میگه خب دیگه رول پلاک شده و دستش هم درد نکنه، روشو بتونه هم زده، در صورتی که اصلا پیچ و رول پلاک وجود نداره.